سلام، امیدوارم حالتون خوب و عالی باشه. خوش اومدید به جلسه دوم آموزش ترید فارکس از 0 تا 100 به صورت حرفه‌ای. ما در جلسه گذشته بازارهای مالی و مخصوصاً بازار فارکس رو خوندیم. این جلسه ما میایم آیتم های معاملاتی بازار فارکس رو هم خوندیم که 3 آیتم معاملاتی مهم داشت و الان توی این درس همون جفت ارزها رو پیشرفته ترش رو میخونیم. یعنی میخونیم که چند نوع جفت ارز وجود داره، چجوری جفت ارز ساخته میشه و چجوری ما میتونیم روی اون پوزیشن باز کنیم و تریدش کنیم. خب ما کلا 3 نوع جفت ارز داریم. اولیش جفت ارز اصلی هستش. جفت ارز اصلی ما به ارزی میگیم که یا ارز پایه یا ارز دومش حتما باید دلار آمریکا باشه، یعنی یک سمتش فرقی نمیکنه چپ یا راست. ببینید اینجا مثالش هست، چپ یا راستش فرقی نمیکنه ولی حتما باید USD یا همون دلار آمریکا یک سمتش باشه. مثالش هم USD CAD هست، AUD USD هستش که میشه دلار استرالیا مقابل دلار آمریکا دیگه. GBP USD هستش که میشه پوند انگلیس مقابل دلار آمریکا. این شد از جفت ارز اصلی که ما به جفت ارزی میگیم که حتما باید یک سمتش دلار آمریکا باشه. خب دومین جفت ارزی که وجود داره جفت ارز فرعی هستش. جفت ارز فرعی ما به جفت ارزی میگیم که از دو کشور معتبر باشه ولی به هیچ عنوان نه سمت چپ نه سمت راستش USD نباشه، یعنی دلار آمریکا هیچ سمت اون نباشه. مثالش هم ببینید EUR GPY یا همون یورو مقابل ین ژاپن اصلا هیچ سمتش دلار نیست، نه سمت راست نه سمت چپ. GBP GPY پوند انگلیس مقابل ین ژاپن اینم هیچ سمتش دلار نیست. کلا به ارزهایی که بجز دلار، بجز USD دلار آمریکا، فقط دلار کشورهای دیگه نه، بجز دلار آمریکا هر چیزی دیگه ای میاد ما به اون میگیم جفت ارز فرعی. دقت کنید که بیشترین معامله ها رو، بیشترین حجم معاملات روی جفت ارزهای اصلی هستش. یعنی سعی کنید جفت ارزهای اصلی رو ترید کنید بیشتر و اون جفت ارزهایی که مثلا یا 3 تا یا نمیدونم 5 تا جفت ارزی که برای خودتون میخواین انتخاب کنین، حتی شاید بعضیا یکی کنن، من خودم شخصا 2 تا جفت ارز انتخاب کردم. این جفت ارزها رو وقتی میخواین مشخص کنین برای خودتون سعی کنید جفت ارزهای اصلی باشن، چون حجم معاملاتشون خیلی بیشتره و نوسانهای خیلی خوبی هم دارن. خب جفت ارز فرعی هم خوبه ولی خب نوسانش نسبت به جفت ارز اصلی کمتره. سومین جفت ارزی که وجود داره جفت ارزهای غیر معمول یا همون جفت ارزهای عجیب هستش. جفت ارزهای عجیب ما به جفت ارزهایی میگیم که یک سمت اون یک کشوری باشه که از نظر اقتصادی خیلی معتبر نیست یا هم تحریمه و این نوع جفت ارزها قابل تحلیل یا قابل ترید نیستن. خب عزیزان، قابل تحلیل یا قابل ترید نیستن. مثالش هم USD AFG هست، نمیدونم USD IRR هست که USD AFG دلار آمریکا مقابل افغانستان، USD IRR هم دلار آمریکا مقابل ریال ایران، USD THY هم میشه دلار آمریکا مقابل لیر ترکیه. این نوع جفت ارزها اصلا یه چارت عجیبی دارن. بذارید من برای شما چارتشون رو میارم که دقت کنید ببینید متوجه بشید که چارتی داره که اصلا قابل تحلیل یا قابل ترید نیستش. میایم مثلا USD THY رو میزنیم، میایم روی چارتش میایم، ببخشید TRY میشه، اشتباه گفتم، من اشتباه نوشتم اونجا. ببینید یه همچین چارتی داره و این چارت اصلا قابل تحلیل نیستش. ما نمیدونیم اینجا چیکار کنیم، نمیدونیم معامله باز کنیم، نمیدونیم چیکار کنیم اصلا. ولی بیایم مقایسهش کنیم با چارت دلار، با چارت طلا بیایم مقایسهش کنیم.
میایم با چارت طلا مقایسش میکنیم، ببینید چقدر چارتشون فرق میکنه و این چقدر قابل ترید تر هستش. ببینید خیلی راحت ما میتونیم اینو ترید کنیم و روی این معامله انجام بدیم و میتونیم تحلیلش کنیم، قابل تحلیل هست. نه تنها این، میایم مثلا USD GPY رو میزنیم، رو میزنیم که بحث ما سمت جفت ارز بود. ببینید چارت‌های خیلی منطقی تری نسبت به جفت ارزهای عجیب یا غیر معمول داره و قابل ترید تر هستن، یعنی راحت تر ما میتونیم روی اینها معامله باز کنیم. خب این بود 3 نوع جفت ارز. حالا ما میایم دوباره نکته‌ای که مهمه توی جفت ارزها، یعنی وقتی میخواین، الان فهمیدید جفت ارزهای اصلی چجوری ساخته میشه، جفت ارزهای فرعی چجوری هستن، جفت ارزهای عجیب چجوری هستن. نکته مهمی که داره، جفت ارز وقتی میسازیم، ارز اول یا ارز پایه باید ارزش پولیش از ارز دوم یا ارز نقل زیادتر باشه، بجز یک استثناء. چند تا استثناء توی بازار فارکس وجود داره. اولیش ببینید AUD USD هستش، این وسط اولیش AUD USD هستش که AUD USD ارزش AUD کمتر نسبت به دلار آمریکا ولی اول میاد. این یک استثناء فقط توی بازار فارکس، استثناء، یعنی دیگه جفت ارزهای دیگه همچین چیزی نیستش. دومین استثناء هم USD CHF هستش یا همون دلار آمریکا مقابل فرانک سوئیس، چون فرانک سوئیس ارزشش از دلار بیشتره ولی دوم اومده. اینم یک سری استثناء هستش. یک استثناء دیگه هم وجود داره، NZD یا همون دلار نیوزلند مقابل USD یا همون دلار آمریکا. ارزش دلار نیوزلند کمتر از دلار آمریکاست ولی اول اومده. این فقط یک استثناء هستش، همین 3 تا. خب اینجا رو که تا اینجا رو امیدوارم متوجه شده باشید انواع جفت ارزها، چند نوع جفت ارز داریم، چه کاربردهایی داره و کدومشون بیشترین معاملات رو دارن. میایم سمت بخش بعدی درس، همبستگی جفت ارزها. همبستگی جفت ارزها، ما الان فهمیدیم که جفت ارزها چی هستن و چه جوری ساخته میشن. الان میایم به اینجا دقت میکنیم که ما اگر بخوایم روی 2 تا جفت ارز معامله کنیم چجوری معامله کنیم، یعنی تحلیل یکیمون لانگ اون یکی شورت. اینجا باید بفهمی که وقتی 2 تحلیل رو توی 2 تا جفت ارز میکنی روی کدومش معامله کنی یا اصلا تحلیلت اعتبار داره یا نه. همبستگی، ما در جفت ارزها یک سری همبستگی ها داریم، 3 تا همبستگی داریم. یک همبستگی مثبت، همبستگی مثبت به همبستگی میگیم ما که وقتی ما 2 تا جفت ارز، یک جفت ارز نه 2 تا جفت ارز رو کنار هم میذاریم، باید حتما یا سمت راست اون یا سمت چپ هر دو جفت ارزها یک واحد پولی باشه و با حرکت یکیش اون یکی هم دنبال همون میره. ببینید مثالش USD GPY و USD CAD هستش. اینجا هم اشتباه شده، علامه هاشو اشتباه آورده. خب USD CAD هستش، ببخشید درسته، USD CAD هستش و USD GPY هستش. USD CAD رو ببینید دقت کنید اولش دلار آمریکاست، USD GPY هم اولش دلار آمریکاست. هر دو جفت ارز اولش دلار آمریکاست. پس اگر USD GPY سعودی باشه روندش، USD CAD هم روندش سعودیه. دلیلش هم اینه که USD اول ارز پایه جفتشونه. اگر این مثلا دوم می بود، USD توی جفت ارز دومی دوم می بود، اون موقع همبستگیش فرق می کرد و حرکتشون یک سمت نبود. ولی الان یک سمت اومده توی هر دو جفت ارز، سمت چپ اومده دلار آمریکا یا USD و این باعث میشه که حرکت جفت ارزها به یک سمت باشه، هر دو جفت ارز. و
الان ببینید که این کاربردش چیه. کاربردش اینه که وقتی من USDGPY رو تحلیل میکنم و میخوام روش معامله باز کنم، USDGPY رو تحلیل کردم، پوزیشن لانگ به من داد، اومدم روی USD CAD هم حالا مثلا کار میکنم، USD CAD رو تحلیل میکنم، پوزیشن سل به من میده. ببینید اینو تو درس‌های آینده دوباره تو درسی که سشن ها رو یاد میدم یا بهتون آموزش میدم تکرار میکنم. ولی الان اگر بگم وقتی اینها که جفتشون یک سمتش دلار آمریکاست، برای اوایل ترید وقتی یکیشون براتون پوزیشن لانگ داد یکیشون پوزیشن شورت، وارد هیچ پوزیشنی نشین، ولی یکم پیشرفته تر بشین، یکم تجربه بیشتر پیدا کنید، میتونید از شاخص DXY کمک بگیرید که روند دلار رو پیدا کنید و راحت تر بتونید معامله خودتون رو باز کنید. خب این بود از همبستگی مثبت. همبستگی منفی یا دومین همبستگی که ما داریم، به همبستگی میگیم که برعکس همبستگی مثبت دو جفت ارز مقابل هم قرار میگیرن و یکی از جفت ارزها ارز پایش مثال USD باشه، اون یکی ارز دومش باید مثال USD باشه. حالا میتونه جای USD یورو باشه یا هر چیز دیگه ای. ببینید اینجا مثالم زدم USD CHF ببینید دلار اولش اومده، بعد مقابلش هم یورو USD قرار داره، یورو USD هم دلار دوم اومده، اول نیومده. ببینید مثالش چجوریه. وقتی USD CHF روندش صعودیه، باید یورو USD روندش نزولی باشه. چرا؟ چون توی USD CHF دلار ارز پایه است و توی یورو USD دلار ارز نقل یا ارز دوم هستش و وقتی دلار روندش صعودی میشه باید USD CHF بالا بره خب طبیعتاً، ولی یورو USD چون ارز دومش دلاره باید پایین بیاد و این میشه همبستگی منفی که ما وقتی ببینیم به طور مثال همین USD CHF پوزیشن لانگ به ما داده و یورو USD هم پوزیشن لانگ به ما داده، وارد هیچ پوزیشنی توی چند ماه اول نمیشیم، ولی اگر پیشرفته تر بشین میتونید از شاخص DXY استفاده کنید. DXY رو تحلیل میکنید و طبق اون پوزیشنتون رو باز میکنید. خب سومین همبستگی که داریم همبستگی خنثی هستش. همبستگی خنثی ما به همبستگی میگیم که جفت ارزهایی که مقابل هم هستن هیچ ربطی به هم ندارن، اصلا ربطی به هم دیگه ندارن. همبستگی خنثی ما به این میگیم. مثالش هم ببینید USD CAD هستش و یورو GPY. ببینید USD CAD از دلار آمریکا و کد کانادا یا همون دلار کانادا ساخته شده، بعد ارز مقابلش هم از یوروی اروپا ساخته شده و پوند انگلیس. یعنی هیچ کدوم اینا این دوتا هیچ کدومش با این دوتا یکی نیستش، نه اولش نه دومش. این هیچ همبستگی نداره و وقتی که فکر کنید شما روی این روی جفت ارز اول یا USD CAD پوزیشن لانگ میخواید بگیرید، این یکی سل میده، میتونید بگیرید چون اصلا فرقی نمیکنه و همبستگی نداره. و خب نکته مهمی رو که توی چند دقیقه قبلم گفتم، نکته مهم جفت ارزها اینه که ارز پایه یا ارز اول باید نسبت به ارز دوم بیشتر باشه. دقت کنید یک بار دیگه هم گفتم اینو. الان مثال ها رو همشون رو نگاه کنید، اولین ارزشون همشون ارزششون بیشتر از ارز دومه و این بود کلا جلسه امروز. حالا یه تکرار کلی و با سرعت بیشتر میکنم که کسایی که متوجه نشدن یا اگرم متوجه شدن و نیاز به یه تکرار دیگه دارن خوبتر متوجه بشن. خب انواع جفت ارزها ما 3 نوع جفت ارز داریم. جفت ارز اولی جفت ارز اصلی هستش که ما به جفت ارزی میگیم که حتما یک سمتش باید دلار آمریکا یا همون USD باشه. مثالش هم USD CAD، AUD USD، GBP USD هستش
2. جفت ارزهای فرعی به جفت ارزهایی میگیم که از دو کشور معتبر از نظر اقتصادی باشه ولی به هیچ عنوان هیچ سمتش دلار آمریکا نباشه. مثالش هم یورو جی پی وای، جی بی پی یو اس دی، نمیدونم ببخشید جی بی پی یو اس دی میگم، جی بی پی جی پی وای، یورو جی پی وای هستش، یورو جی بی پی. خب سومین جفت ارزی هم که ما داریم، نوع سومش جفت ارزهای غیر معمول یا همون جفت ارزهای عجیب هستش که ما به جفت ارزهایی میگیم که از نظر اقتصادی کشورش یا تحریم باشه یا از نظر اقتصادی ضعیف باشه و این نوع جفت ارزها قابل ترید نیستن. مثالش هم USD AFG، USD IRR، USD TRY که میشه لیر ترکیه. خب نکته مهمی که توی جفت ارزها وجود داره، ارز اول یا ارز پایه باید ارزشش بیشتر از ارز دوم باشه همیشه و ما میتونیم اینجوری جفت ارزها، و اینم بگم که جفت ارزهای اصلی نسبت به جفت ارزهای فرعی بیشتر معامله میشن و نوسان بیشتری دارن نسبت به جفت ارزهای فرعی، چون دلار آمریکا یک سمتش استفاده شده و خیلی هم کاربردی تر هستش. خب قسمت بعدی جلسه ما همبستگی جفت ارزها بودش که ما 3 نوع همبستگی داشتیم. یکی همبستگی مثبت که ما به همبستگی میگیم که حتما یا سمت اول یا سمت دوم هر دو جفت ارز یک ارز باشه و اینجوری ما میایم جفت ارز رو همبسته میخونیم و همبستگی مثبت داره، یعنی اگر یکیش سمت بالا یا روندش صعودی باشه روند اون یکی هم باید صعودی باشه. دلیلش هم اینه که یک سمت هر دوتاش مثل USD GPY و USD CAD که ارز پایهشون جفتشون USD هستش، یک سمت هر دوشون یک ارز هست. خب دومین همبستگی منفی هستش که برعکس همبستگی مثبت، وقتی دو جفت ارز مقابل هم قرار میگیره و ارز پایه یکیش به طور مثال USD هستش، جفت ارز دومی ارز دومش باید USD باشه، یعنی یک ارزی که پایه ارز اول هستش توی ارز دومش باشه و این میشه همبستگی منفی. یا حالا برعکسش هم میشه، توی این مثلا USD دوم باشه توی اون اول باشه و این باعث میشه که روند یکیش وقت صعودی هستش روند اون یکی نزولی باشه، چون همبستگی منفی دارن و نمیتونن یک سمت برن. خب سومین همبستگی که وجود داره همبستگی خنثی هستش که به جفت ارز به همبستگی میگیم ما که ربطی به هم ندارن و هیچ همبستگی ندارن، یعنی هیچ ارتباطی بین این دو جفت ارز وجود نداره. مثالش هم USD CAD و یورو جی پی وای هستش، یورو جی بی پی هستش. ببینید دقت کنید USD CAD توی جفت ارز دومی نه USD رو داریم نه CAD رو داریم، هیچ کدومش رو نداریم، پس این میشه همبستگی خنثی که ما اصلا هیچ ارتباطی به هم ندارن و هر تحلیلی روی هر کدومش جدا جدا داشته باشیم قابل ترید هست و ما میتونیم اون رو ترید کنیم. خب کلا این بود از درس امروز. اگر میخواین همینجوری بیشتر آموزش ها رو ببینید و زودتر به آزادی مالی خودتون برسید، البته آموزش ها هم که معلومه به طور رایگان هستش، ویدیوهای کاربردی میذارم. حالا کمی جلوتر بره اصطلاحات اول رو تموم کنیم میریم سمت استراتژی و بقیه داستان ها و اگر میخواید ادامه بدید و یاد بگیرید و به آزادی مالی برسید پس سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو هم روی آل بذارید که هر ویدیویی گذاشتم بتونید به سریع ترین فرصت ببینید. خوشحال شدم از اینکه ویدیو رو کامل دیدید. تا جلسه بعد، بدرود.